سلام عرض می‌کنم به همه شما همراهان رسانه خبری ایرانیات امارات. امشب با شما هستیم شنبه 14 ژوئن 2025 که میشه 24 خرداد 1404. طبق روال هر شب می‌خوایم یه مرور سریع داشته باشیم بر مهمترین خبرهایی که امروز به صورت اختصاصی توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ایرانیان امارات منتشر کردیم. امشب یه سری خبر مهم داریم از واکنش امارات به اتفاقات منطقه و تماس‌های دیپلماتیک شیخ محمد بن زاید. بله. گرفته تا اون آتش سوزی بزرگ دیشب توی برج مارینا پنکای و خب تأثیرش روی تراموا، معرفی پروژه مسکونی خیلی لوکس، طعم جدید اون شکلات معروف دبی. آره اونم جالبه. نتایج لاتاری و چند تا خبر دیگه. پس اگه موافق باشید بریم یکم دقیق‌تر اینا رو بررسی کنیم. خب اول از همه بریم سراغ تحولات منطقه. امارات حمله نظامی اسرائیل به ایران رو خیلی شدید محکوم کرده. بله، بیانیه وزارت خارجه بود. آره و خواسته که همه طرف‌ها خویشتن‌داری کنن، روی اهمیت گفتگو و قوانین بین‌المللی هم تاکید شده. دقیقاً. در همین مورد هم شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات تلفنی با امانوئل مکرون و جورجیا ملونی یعنی رهبران فرانسه و ایتالیا صحبت کرده. بیشتر صحبت‌ها هم در مورد نگرانی از بیشتر شدن تنش‌ها بوده و اینکه خب دیپلماسی باید اولویت اول باشه. امارات هم گفته آماده است از هر تلاشی برای کم کردن درگیری‌ها حمایت کنه. این وضعیت طبیعتاً روی سفرها هم تأثیر گذاشته دیگه نه؟ بله حتماً. وزارت خارجه امارات یه هشدار ففر داده. چی گفته دقیقاً؟ از شهروندان و حتی مقیم‌ها خواسته که اگه قصد سفر به اردن، عراق، لبنان، سوریه، ایران یا اسرائیل رو دارن، وضعیت پروازشون رو حتما مستقیم از خود ایرلاین‌ها چک کنن. پس یعنی پروازها لغو شده؟ ببینید شرکت‌های امارات و الاتحاد خیلی از پروازاشون به این کشورها رو یعنی از دیروز تا حدوداً 16 ژوئن یا لغو کردن یا مسیرش رو تغییر دادن. البته خبر خوب اینه که از صبح امروز حریم هوایی اردن، لبنان و سوریه دوباره باز شده. ولی خب وضعیت هنوز یکم میدونید شکننده است. پس احتیاط شرط عقله. دقیقاً. توصیه هم شده که اگه کسی خارج از کشوره حتما تو سامانه تواجدی ثبت نام کنه که دولت امارات از وضعیتشون خبر داشته باشه. خب از بحث منطقه یکم فاصله بگیریم. بریم سراغ اتفاقات دبی. دیشب متاسفانه یه آتش سوزی بزرگ داشتیم توی برج مارینا پیناکل. بله توی دبی مارینا. برج خیلی بلندی هم از 67 طبقه. وای خسارت جانی نداشتیم؟ نه خوشبختانه این خبر خوبشه. بعد از تقریباً 6 ساعت عملیات خیلی سخت آتش نشانی تونسته آتیش رو کامل مهار کنه و مهمتر این که همه 3820 نفر ساکن برج سالم تخلیه شدن. خدا رو شکر. الان هم دارن برای اسکان موقتشون اقدام میکنن. این حادثه روی حمل و نقل عمومی اون منطقه هم حتما تأثیر داشته. بله دقیقاً. سازمان RTA یعنی همون سازمان راه و ترابری اعلام کرد که خدمات تراموای دبی بین ایستگاه 5 دبی مارینا و ایستگاه 9 پالم جمیرا به خاطر مسائل ایمنی و البته برای کمک به عملیات امداد موقتاً متوقف شده. آها پس اون مسیر الان بسته است. بله ولی اتوبوس‌های جایگزین گذاشتن. گفتن به زودی بعد از اینکه مطمئن شدن همه چی امنه خدمات تراموا دوباره راه میفته. بسیار خوب. حالا بریم سراغ خبرهای اقتصادی و سبک زندگی. یه خبر جالب از شرکت میراث داریم. شرکت ساختمانی معروف. آره، از یه پروژه خیلی لوکس رونمایی کردن به اسم جمیرا رزیدنسز امارات تاورز. کنار همون برج‌های معروف امارات. دقیقاً. قرار 2 تا برج مسکونی دیگه با آپارتمان‌های برند جمیرا اونجا ساخته بشه. 754 تا آپارتمان. قیمتاش چطوریاست؟ گفتن از حدود 3.5 میلیون درهم شروع میشه. تحویلش هم برای سال 2030 برنامه‌ریزی شده. به. بخشی از اون برنامه بزرگ D33 دبی هم هست حتما. بله دقیقاً همون برنامه‌ای که میخوان اقتصاد دبی رو تا 2033 2 برابر کنن. و در همین راستا یعنی توسعه دبی برنامه خیلی خوب دیگه هم داره برای هوش مصنوعی. چی هست؟ میخوان تا سال 2030 بیشتر از 10,000 نفر رو در زمینه هوش مصنوعی آموزش بدن. این یه همکاری بین اداره منابع انسانی دولت و اون پردیس هوش مصنوعی دبی هست.
هدفم اینه که کارمندای دولتی و خصوصی رو برای آینده آماده کنن. خیلی هم عالی. خب میرسیم به خبر خوشمزه. آها، شکلات؟ بله. شکلات فیکس، همونی که خیلی معروف شده تو دبی، یه طعم جدید تابستونی داده بیرون. اسمش هست Time to Mango یا وقت انبه. چه جالب. چیه حالا؟ شکلات سفیده با مغز انبه و پشن فروت، بعد یه حالت آب بنابات جرقه‌ای هم داره انگار. عجب ترکیبی. از کی میشه خرید؟ بعد از یه برنامه معرفی که آخر هفته تو مال امارات داشتن، از دوشنبه فقط تو اپلیکیشن دلیورو میشه سفارش داد. بعد امتحانش کرد پس. حتما. خب برای فوتبالیا هم خبر داریم. مسابقات جام باشگاه‌های جهان 2025 که الان هم توش هست به زودی شروع میشه. آره، خیلی‌ها منتظرشن. فقط اینکه به خاطر اختلاف ساعت بیشتر بازی‌ها یا شب دیره یا صبح خیلی زوده به وقت دبی. درسته. ولی خب خیلی جاها تو دبی بازی‌ها رو پخش میکنن. مثلا کافه های بلژیکی، آیریش ویلیج، کلاب BBQ و کلی جای دیگه. عالیه. و خبر بعدی هم از لاتاری امارات. نتایج 14مین قرعه کشی لاکی چانس اعلام شده. خب جایزه بزرگ رو کسی برد؟ نه هنوز. جکپات 100 میلیون درهمی هنوز اونجاست، ولی 7 نفر خوششانس بودن که هر کدوم 100,000 درهم برنده شدن. مبارکشون باشه. 2 تا بازی فوری جدیدم معرفی کردن به اسم A Instance که جایزه هاش تا 1.25 میلیون درهم هم میرسه. اینم جدیده پس. بله. و اما خبر آخر امشب که مربوط به حوزه قضایی میشه. خب بفرمایید. یه خانم آسیایی به جرم سرقت یک کیف پر از پول، یعنی 2 میلیون درهم نقد، از یه سرمایه گذار تو منطقه دیره به 2 سال زندان محکوم شده. وای، 2 میلیون درهم نقد؟ بله، علاوه بر زندان باید 2.85 میلیون درهم هم جریمه بده و بعدش هم از کشور اخراج میشه. پولا چی شد؟ مثل اینکه بعد از سرقت فرار کرده بوده از امارات، ولی دستگیرش کردن. هرچند ظاهراً فقط یه بخشی از پول، حدود 1.4 میلیون درهم پیدا شده. عجب داستانی. خب دوستان، این یه مرور کلی بود بر مهمترین خبرهایی که امروز به صورت اختصاصی در رسانه خبری ایرانیان امارات براتون پوشش دادیم. بله، از مسائل دیپلماتیک و واکنش امارات به تحولات منطقه گرفته تا اتفاقات داخلی مثل اون آتش سوزی، پروژه‌های جدید ساختمانی و اقتصادی، معرفی طعم جدید شکلات و حتی این خبر آخر قضایی. واقعا جالبه که تو یه روز چقدر خبرهای متفاوت داریم. از یه طرف نگرانی‌های منطقه‌ای و تاثیرش روی پروازها و اینا، از طرف دیگه پویایی داخلی امارات مثل همین پروژه‌های جدید، تمرکز روی هوش مصنوعی، اتفاقات سبک زندگی. این یه سوالی رو پیش میاره، نه؟ چه سوالی؟ اینکه برای شما که اینجا زندگی میکنید یا اخبار امارات رو دنبال میکنید، کدوم بودش بیشتر به چشم میاد؟ این رشد و توسعه و اتفاقات داخلی یا تأثیری که از اتفاقات جهانی میگیره؟ سوال خوبیه، واقعا جای فکر داره. بسیار خوب. از اینکه امشب هم با ما در مرور اخبار ایرانیان امارات همراه بودید خیلی ممنونیم. لطف دارید. یادتون نره برای اینکه خبرها رو همون لحظه دریافت کنید، حتما ما رو توی تلگرام و اینستاگرام ایرانیان امارات دنبال کنید. حتما. تا فردا شب و یه مرور دیگه بر مهمترین اخبار روز. شب شما بخیر و خدا نگهدار.